طالقانی، خیابونی که از قدیم محل کسب تعمیرکاران لوازم خونگی بوده و این روزها قطعی برق پر رفت و اومدش کرده. در مغازه من که روزی 3-4 تا بودن. میان برای چی؟ میان که تعمیرات انجام بدن. روزی 10 تا 15 تا نوسان برق سوخته دارن میان. چیا میارن بیشتر چه مایکرو براست که سریع میسوزه، جار برقیاشون، چرخی گوش، اتوهاشون. تلویزیون LCD LED خیلی بیشتره. چیزایی که بردی دیجیتال است بیشتر انجام خراب. چون تخصص شماست معمولا علت سوختگی چی بوده؟ نوساناتی برق. محافظان وسایل برقی هم نتونسته از آسیب‌های خاموشی‌های ماه‌های اخیر جلوگیری کنه. پریزمون محافظ داشته، با این وجود هم تلویزیونمون مشکل پیدا کرده و هم یخچال فریزرمون. الان چیکار کردین؟ تعمیرش کردین؟ تلویزیونو که گفتن قابل تعمیر نیست.